سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، دو 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 سوال. سلام به برعکس یوتیوب، خوش اومدین به یه برنامه دیگه 67. ما روز اول که این برنامه درست کردیم یکی از قصدمون بود که بچه‌ها بیان آنلاین و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و راجع به مثلا هر کسی هر زندگی خودش داستانی داره، یکی از ایرانه، یکی از ایتالیاست، یکی از کاناداست و آدما با هم دیگه فرق دارن و هیچی بهتر از این که هر کسی بیاد مشکلاتشو به ما بگه. حالا من که اقتصادیم، دکتر هادی که به قول معروف دکتریشو میکنه و حالت شعور برنامه است، محمد هم که به قول معروف تمام این فسیلیته کرده این کارا رو که بچه‌ها بیان و اینا. دمت گرم آقا، ممنونم. اینقدر میگی محمد بی خوده به درد نمیخوره، اگه محمد نبود اینا نبود. هی میگی محمد به هیچ دردی نمیخوره، دزد اصلا کس. کی گفت؟ اشتباه شنیدم. من فکر کردم من نخونم، فکر کردم که این چیزا رو باید بگن دیگه. کی گفت؟ چرا؟ خب بچه‌ها میشه خودتون رو لطفا معرفی کنین. از نفر اولم از عرفان شروع کنیم، اسمتون و سن و کشوری که هستین و بعد برمیگردیم با هم دیگه صحبت میکنیم. سلام مجدد به همگی. من عرفانم از ایتالیا، دانشجو ارشد و فعلا در حال تحصیل. حالا بی سایدش وقتی کار با کمک آقا سهیل و ویدیوهاش یه وقتی هم حواسمون به اون قضیه اینوست کردن و خودمون تو 65 سالگی به بعدم هست. عشق منی. دختر گلمون که دزدیه افکس مانتی. سلام مجدد. یه عکس داف گذاشته. آره یه عکس داف گذاشته اینجا. ازش پرسیدم دوست دخترت یا عکس مثلا کسی. خلاصه دسترسی داریم، بفهمیدیم که دسترسی نداریم. بفهمید ببخشید. من حمیدم، 19 سالم، ایرانم دیگه گرگان. آره سلام، آریان هستم. او شت کاستومر من آخر حرف میزنم. آریان از ونکوور. مهرانم از تهران. سلام به همگی. من مهرانم، 24 سالمه، تهران زندگی میکنم و اینکه اینترنت های ایران به درد نمیخوره. خب نیکان جون شما؟ سلام، من نیکانم، 20 ساله، از GTA تورنتو. به به. پس بچه یکی از تورنتو داریم، یکی از ونکوور داریم، یکی از ایتالیا داریم، دوتا از ایران یا یکی از ایران. دوتا از ایران، گرگان و تهران. خیلی خوب. خب از عرفان شروع میکنیم. عرفان جون سوالت، کانسرنت، اگه اینا تو توضیح بده. من میخوام بدونم الان تو این چند وقتی که اونجا هستی گفتی یه سری اینوستمنت هم انجام میدی اینا، یه توضیح به من بده. سوالی چیزی داری بگو که با هم دیگه بریم جلو. خب بحث این قضیه استاک و اینا باز نسبت به شرایط ایران برای ما حداقل با اینکه حالا دانشجوییم و حساب داریم اوکی تره. همین S&P 500 رو ما چون مثلا اقامت دانشجویی نمیتونیم از خود استاک آمریکا بگیریم، ولی بالاخره واسطه‌ای هست، همون رابین هود و جای دیگه هست که من تونستم ازشون پیدا بکنم بگیرم، یا مثلا یه بانک مجازی هست همین که شما تو 2 تا ویدیو پیش گفتی، رولوت، اگه کسی خواست استفاده کنه تو اون هم میتونی از یه سری استاکا با یه سری کارمزد بیشتری که ترد پارتی رولوت هست استفاده بکنی. ولی مشکل اصلی من اینه که من همون خود ویژن 65 ساله که تصور میکنم، درست قطره جمع‌گر وانگرشه، ولی قطره‌های من خیلی کوچیکه و میترسم، یعنی شاید میتونم تخم مرغامو توی سبد بهتری بذارم، شاید دارم سبدم اشتباه میذارم و مثلا من شاید ته اینوستم در ماه من کل خرجم شاید مثلا خورده خوراکم و اینا بشه 250 یورو، نهایت 300 یورو، و کل اینوستم شاید مثلا 30 یورو بتونم اینوست کنم، چون مثلا باجتم محدوده و درآمد آنچنانی فقط با این فاند دانشجو دارم زور میزنم زندگی کنم. برای همین میخوام ببینم بهترین راهی که حالا با شرکتایی که مثل منن، خیلی هم تو ایتالیا شرایط من، چطوری میتونن از این باجت خیلی کمه بهترین بهره وری رو برای اون 65 ساله به بعد ببرن. خب ببین، چیزی که هستش، تو الان داری در واقع یه دونه رفتار رو داری یاد میگیری، تو الان داری یه دونه راه زندگی رو یاد میگیری. تو الان خیلی نذار اون فوکس تو روی این که $30 کمه. اتفاقا کسی که فقط $30 داره سیو کنه و به قول خود خیلی کمه و $30 سیو میکنه، اون کسیه که آینده داره، اون کسیه که ارزش پول رو میفهمه، اون کسیه که میفهمه که $30 هم $30. پس اینو اونجوری بهش نگاه نکن که من فقط $30 دارم. بیا بهش اینجوری نگاه کن که چقدر تو باشعوری و چقدر چیزی یاد گرفتی که میتونی بفهمی این $30 هم میتونه یه روز یه چیزی بشه. این $30 بهترین سناریوت که تو میذاری کنار شاید مثلا بشه، چه میدونم، $30 دو برابر بشه $60، $60 بشه 120، 120 بشه 240، 240 بشه 480، 480 بشه 960، 960 بشه 2000. تو این $30 که علفه میذاری کنار واسه 67 سالگی یا 65 سالگی تقریبا میشه $2,000-3,000. یعنی پول بدی نیست. خب
اینجوری بهش نگاه نکن که الان $30 میذاری کنار. تو نگاه کن که تا یه $30 میذاری، ماهی هم $30 میذاری، پس شد یه $3000. ماه بعد مثلا میشه 2950، ماه بعد میشه 2900 و تو همینجوری داری میذاری. این یک. دو، تو که قرار نیست همیشه $30 فقط داشته باشی آخر ماه. تو به این نگاه کن که 10 سال دیگه تو وقتی پولت بیشتر شده، جات بیشتر شده، زندگی راحت‌تر شده، خرجت کمتر شده، اون موقع است که تو میتونی زیادتر بذاری و جبران این روزایی که نداشتی یا نذاشتی و انجام بدی. چون من کسی رو میشناسم که مثلا $10,000 حالی داشت دفعه پیش میگفت یه دکتر رو باهاش صحبت کرده که میدونه درآمدش بالای 1 میلیونه و بهش گفت چقدر پول داری؟ میگه هیچی پول ندارم اضافه. آره خونه خفن دارم، ماشین خفن دارم، ولی اگه پیچکم نیاد پول ندارم. پس پوله اصلا مقدارش مهم نیست، این شعور و فهمش مهمه. حالا مثال بهتر برات بزنم، من یه دونه قلدک داشتم که فقط توش اصلا وگاس رو میگم که فرشم باشه، هفته پیش با وگاس بودم، اتفاقا هادی هم بود. من هر دفعه که میرفتم بازی میکردم مثلا $200 میذاری توی ماشین بازی میکنی، بعد میرسه به $1. وقتی میرسه به $1 دیگه نمیتونی بازی کنی، چون مثلا مینیمم بازی $1.50. اون پول رو بکشی بیرون، بعد $1 یه دونه کوپن میده بیرون، $1 روش نمیشه $1. حالا مثلا 80 سنت، $1 10 سنت، هر چقدر که هست. بعدم میرفتم ماشین بغلی یه $100 دیگه میذاشتم تو اون ماشین که اونو بازی کنم، این 80 سنت، $1 10 سنت، هر چقدر که بود اینم میکردم توش. پس تو ماشین بغلی به جای $100 $101 بازی میکردم و آوتکام برد و باخت بازی من به اون $1 ربطی نداشت. یعنی من قرار مثلا پول ببرم رو $40 یو هیت میکردم، یا پول میرسید به 0، 100 میرسید به 0، $101 هم میرسید به 0. پس تو آوتکام بازی من هیچ تأثیری نداشت. و من به این فکر کردم، همین حرفا که دارم به شما میزنم بهش فکر کردم که خیلی خب پس من یه پولی تو زندگیم هست که توی تفریح هم منو هیچ تأثیری نداره. آیا میتونه این تأثیر دیگه واسه من داشته باشه؟ اومدم کاری که کردم، هر دفعه که به این لول رسیدم که دیگه نمیتونم بازی بکنم، این کاغذه رو کوپن رو برداشتم گذاشتم تو جیبم، گفتم نمیذارم تو ماشین بعدی، میذارم تو جیبم. بعد اتفاقی که افتاد رفیقام هم که اونجا بودن اگه بازی میکنن یا یه 20 سنتی نمیاد اونم میدادن به من، یه 20 سنتی. اگه رو زمینم یه دونه مثلا کوپن پیدا میکنن 37 سنت اونم میدادن به من. همه پول آشغالی شو کردن طرف من. گفتم خیلی خوب. بعد از 6 روز جمع کردم $240 اگه اشتباه نگم تو این رنجا 200 خورده $1 پول بود و $200 پول آمریکایی که میشه $300 کانادایی پول کمی نیست. یعنی تو قشنگ میتونی 2 تا ماشین دیگه کامل بشینی بازی کنی، نه میتونی باش مثلا 2 روز غذا بخوری کامل. پول کمی نیست، از هیچی به وجود اومد. این تو 5 روزه با سنت. از 240 چیزی موند یا استفاده کردی؟ 240 نه دیگه، روز آخر همشو برمیدارم میذارم روی پول برمیگردونم. ولی داشتم فکر می‌کردم که از نه اون 30% مال منه. آره مرسی گفتم یادآوری کنم. آره حالا چیزی اتفاقا گفتم از این به بعد روز آخر برم همه این پولا رو بذارم روی چیزی، این پولی که از مثلا همه رو بذارم رو قرمز یا دوباره اون هدفون رو می‌خریدی یا هدفون خوب بود اون پایین؟ نمیخواستم، خب واقعا نمیخواستم، چقدر باحال بود. خب عرفان جون این جواب شما بود، نظرتون رو تا من بگو. مرسی متوجه شدم کاملا. فقط یه سوالی که دیگه دارم، حالا به صورت اوریج یا حالا به صورت از دید آماری، چه درصد و چه پورشنی از اون خرج ماهیانه آدم بهتره که به سمت حساب پس اندازش بره؟ یعنی آیا مثلا درصد معقولی هست یا سیچویشن با سیچویشن فرق میکنه، یا نمیدونم، میخوام ببینم مثلا چه عاقلانه ترین حالتی که آدم میتونه به این سمت حرکت بکنه چه عددیه که من سعی کنم اون عدد رو در ذهنم بذارم کنار. ببین من آدمیم که اگه بتونم 100% پولامو میذارم کنار. خب بس این یه چیزی که شخصیه، تو نمیتونی اینو من نمیتونم بس تو تصمیم بگیرم، چون من اگه به تو بگم 100% بذار کنار تو میگی من گشتم مردم تموم شد. حالا این مثال احمقانه شه، مثال واقعیش میشه من به تو میگم 30%، تو 30% برای زیاده، بعد میای 27% میذاری ولی تو مغزت احساس میکنی که باختی، مغزت احساس میکنی که 30% انجام ندادی، بعد باعث میشه سرچی. اصلا اینجوری نباید باشه. تو کاری که باید بکنی باید بیای خرج زندگیتو بنویسی. کاری هم که میکنی میای 2 ماه قبل بانکاتو میکشی بیرون، میری توشون همه رو مینویسی. من این آدما هستم باشون سن کانسالتیشن دارم، بهشون میگم آقا اگه شما ببخشید موادم مصرف میکنی باید بنویسین تو، تعارف نشوش به خود. اگه مای $500 پول مثلا برف میدی باید بنویسی اون تو.
نمیتونی بگی از این بعد میخوام عاقل باشم، میخوام پول جمع کنم و $500 میتونه خیلی نه، تو آدمی هستی که $500 در ماه قرار به مواد بدی، پس اونم باید بنویسی. بعد کاری که میکنیم این همه چیزو می‌نویسیم، مثل غذا انقدر، بیرون انقدر، خرج خونه انقدر، اجاره خونه انقدر، ماشین انقدر، مواد انقدر، لباس انقدر، همه اینا رو می‌نویسی. بعد میای نگاه میکنی به درآمدت، میبینی $1000 درآمد داری، $200 پول غذا دادی، پس میشه 20% از درآمدت واسه غذاته. اینو دیگه میذاری قسمت غذا، میشه 20%. بعد همه اینا رو که جمع کردی یه عددی میمونه. حالا بگو مثلا برای مثالمون میگیم 30% میمونه. این 30% که میمونه تو باید اینو ورداری تقسیم کنی به چند تا حساب، یکی واسه خود 67 سالته، یکی واسه امرجنسی، یکی واسه خرجای آینده مثل مسافرت، مثل نمیدونم کادو، مثل خرابی خونه، عوض کردن ماشین، مینتیننس، چیزایی که آینده قراره بیاد سرت و نمیدونی چیه. و اونجا دیگه وقتی که تو درصدت شروع میکنه، پولت شروع میکنه رفتن بالا، این درصد رو هی بیشتر میکنی، یعنی هی پولا رو هی پوله بیشتر میشه. درصد لازم نره بیشتر بشه، ولی شاید هم بکنی، چون اگه مثلا میگم درآمد $1000 $200 پول غذا میدی، درآمد بشه $10,000 پول غذا احتمالاً $2000 نمیشه. شاید مثلا دیگه شروع کنی همه چی ارگانیک بخوری و هفته یه بار مثلا حالا خاویار بزنی، مثلا درآمد میشه $1000 $1500. واسه هنوز $500 تو اضافه واسه میمونه واسه فود، که بعد این $500 دوباره میریزی تو حساب 67. من اینجوری میکردم، من میگفتم که آقا من همه زندگیمو درصد میکنم، هر درصدیش که تو آخر ماه خرج نکردم میریزم تو حساب پس اندازم. پس من میگم آقا من دارم میخواد راحت بخورم، برم ارگانیک بخرم، غذا گرون بخرم، نمیدونم لابستر بخورم، بعد میگم $2000 واسش گوشم کنار. وقتی خودمو پاره کردم و هنوز $1500 خرج بیشتر نتونستم بکنم، اون $500 که مثلا اضافه میمونه هم خیلی راحت میتونم بذارمش تو سیوینگ، هم اون 1500 که نسبت به $200 که قبلا خرج میکردم اضافه خرج کردم بهم فشار نمیاره. خیلی راحت تر میتونم برم بگم اوکی من قبلا درآمدم $1000 بود، 20% پول غذا میدادم، الان $10,000 بازم 20% میدم، امیدوارم بشه $100,000. بعد اون موقع میرم مثلا سوپر بول مثلا غذا میخورم که مثلا پیتزا هست $250. متوجه شدم، عالی، ممنون. فقط یک سوال آخرم بپرسم جسارتا، این داستان با توجه حالا مثلا یه سری افراد هستن حالا مثل خود من که میزان باجتی که در ماه میتونن خرج کنن یه لیمیتی داره، یا از جهتی که کار میکنن خیلی پول زیادی در نمیارن. اینو میخوایم تقسیم کنیم حالا یه قسمتی کریپتو، یه قسمتی استاک که S&P 500 بشه یا طلا، چون سبد ظرفیتش کمه بهتره کدومش بیشتر باشه؟ بریم سمت پر ریسکه یا کم ریسکه؟ ببین من شخصا همیشه طرف کم ریسکی میرفتم، ولی الان به خاطر تجربه میگم پر ریسکه، چون که الان تو زمان همراته، چون تو الان جوونی، اگه یه جنگ هم بشه مثلا تو 5 سال آینده تا 15 سال آینده این جنگ پاک شده از همه چی، واسه همین تو ریکاوری تایم داری. برای همین من میذاشتم تو پر ریسکه. ولی اگه منظورت کریپتو فقط میتونه بیت کوین باشه، نه اینکه مثلا یکی نوت بده نمیدونم سهیل کوین اومده بیرون همه برن سهیل کوین بخرن تو هم فلوتو بذاری تو سهیل کوین. نه، من اگه بودم الان تو لول تو اصلا طرف کریپتو راستش اصلا نمیرفتم، من بین S&P و طلا یکی انتخاب میکردم. بعد که اونای خراجی شدم بعد بیت کوین میآوردم تو بازی. شاید این بدترین اشتباه بوده، ولی من این حرفو 4 سال پیش هم میزدم. خب 4 سال پیش اگه بیت کوین بود $25,000 الان هستش $100,000. پس حرف من اشتباه بود، ولی من بازم 4 سال پیش برگردیم بازم همین حرفمو میزنم، چون همونجوری که 4 برابر شد میتونه 1/4 هم بشه. متوجه شدم، مرسی، واقعا ممنون از راهنماییتون، خیلی کمک کرده. ولی حالا من خودم خیلی یار میشناسم شرایطشون شبیه منه و دوست دارن که یعنی بحث این سرمایه گذاری و اینکه به آینده فکر کنی که همون کم کم جمع کنی تا به یک نتیجه خوبی برسه. ولی خب چون باجتامون خیلی مثل هم دیگه کمه، به نظرم این نتیجه گیری کلیش چیز مثبت در اومد که هم بدونیم داریم چیکار میکنیم، هم حواسمون به کم ریسک و پر ریسکمون باشه. ممنون. ببین سهیل یه جایی گفت که من اگه الان بهت بگم 30% تو 27 هم بشی ممکنه که مغزت احساس ناراحتی کنه، یا یکی بهت بگه 5% حالا اون وقت خیلی خوشحال‌تر می‌بودی. میخوام بگم که یه قسمتی به قسمت بزرگی از این قضیه روانیه، احساس توه. مشابه همین قضیه میخوام از این که قسمت قضیه روانیه یه نکته دیگه برسم. کلا تو مشاوره گرفتن
سوال کردن که به نظر تو بهترین عدد چیه یا بهترین کار چیه. میدونی یعنی چی؟ میدونی چرا داری این کار میکنی؟ چون میخوام راه حل مناسب خودم رو از زبون کسی دیگه بشنوم که خب اصولا غلطه، ولی من دنبال طرز فکر اون شخص هستم که چطوری راجع به یک شخصی که یعنی دیتاش از من بیشتر، تجربهش بیشتر، راجع به من یا راجع به سن من اینطوری فکر میکنه. بذار راستش رو بهت بگم. نه، به خاطر اینه که میخوای مسئولیتش رو قبول نکنی. ما به عنوان یه ادالت باید مسئول رفتار خودمون باشیم و مسئول تعیین کردن هدف خودمون باشیم. وقتی میخوام هدف رو از دهن یکی دیگه بشنوم، نمیخوام مسئولیتش رو قبول کنم. ریشش ترسه، ریشش عدم قبول مسئولیته. بنابراین من هر چقدرم خفن باشه، هر چقدرم کارشناس خوبی باشه، هر حرفی که میزنه باید بشینم با خودم فکر کنم، بگم که حرف اون درست برای بیشتر از موارد، ولی آیا به درد زندگی من میخوره نمیخوره، من باشم کسی که انتخاب میکنم. ولی وقتی که امضای خودم اومد پای کار، یعنی مسئولش خودمم و پشت حرفم وای میستم، به خاطر اون هدفم هم زندگی میکنم، میرم جلو. خدایی دمت گرم. همین یه نکته کوچیک بود که گفتم. مرسی. منم چیزی یاد گرفتم. نکته عمیق بود. خیلی ممنون. آره من از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم، ولی من یه قسمتی از این چیزای خودمو میگم با توجه به این چیزی که شما گفتید. من تو شرایطی هستم که نمیدونم، خیلی دسترسی به طلا ندارم، ولی الان حدود اون سبدره که گفتید هر روز تو کامنت تا بگید تو هر ویدیو، یه هولوش نزدیک 200 تا تو کریپتو، یه 200 یورو هم تو همین استاک، چون نداشتم 50-50 کردم برای خودم این درصد رو. بعد طلا چرا میگین دسترسی نداری؟ فقط تو الان ببین این چیزی که برای عکس خارج از ایران دارم میگم. من خودم که اینجا بودم تا 15 سال نمیدونستم طلا از کجا بخری، برای اینکه فقط کنگوشات بودم نمیپرسیدم، چون میگفتم اگه بود میدیدم دیگه. تو ایران میگه بزرگ زده بود طلا. بعد یه روز رفتم روی اینترنت زدم آقا طلا از کجا بخری؟ کوین، چه هر کشوری طلای خودشو میفروشه دیگه، مثل که بهار آزادی همه کشورها مال خودشونو دارن. بعد زدم چجوری باید بهار آزادی کانادا رو بخریم؟ بعد اومد گفت برو از بانک بخر. بعد رفتم دیدم همه بانک‌ها میفروشن، فقط بانک‌های اصلی دارن، بانک‌های فرعی هم سفارش بدی فردا برات میارن واسه یه روز. بعد فهمیدم که فقط من اسکل بودم نرفتم. حالا میخوام این بلا سر تو نیاد. یه نگاه بکن میفهمی، یا مثلا میگی بقالیمون هم طلا میفروخت نمیدونستیم، چون که من نون میخرم هم طلا فروشی اگه میخواستم هست. واسه همین طلا چرا فکر میکنی نمیتونی بهش برسی؟ تو سختا رو گرفتی. اون کوین و S&P 500 خیلی سخت بوده. طلا اونیه که دیگه به قول هر قبرستونی بری باید باشه. مثلا خاصیت طلا اینه. خیلی ممنون، متشکرم. حتما میگردم دنبالش، به قول شما راهی هست قطعا. خب دمت گرم آقا. میریم طرف تهران گرگان. من خودم چون بیشتر تو بود بیزنسم، خب بعد از اون بعد درآمدم با چیزی که در میارم با چیزی که خرج میکنم نمیخونه. یعنی اصلا ببینم درآمدت کمتره منظورته؟ آره چون درآمدم که به ریاله، خب ولی چیزی که خرج میکنم به پوند و دلار تقریبا دیگه. چرا؟ چون که قیمت منظورت گرونه است؟ نه دیگه، بنا کن تو بیزنسم که خاصا پوند و دلار خرج میکنم. خب مثلا سابسکریپشن ها و هزینه ها، تبلیغات فیسبوک و اینا همه به دلار و پوند. خب از این بعد داخل ایران که اصلا کار میکنم، این پولی که در میارم ریال دیگه. فیسبوک تبلیغ میکنی واسه ایران؟ نه واسه هم کلا خارج از کشور. خب کارتو نمیدونم به ایران نداره. کارتو توضیح بده، من نمیفهمم چون تو ایرانی ولی میگی خرجم به پونده ولی درآمدم ریاله. من نمیفهمم چیکار داری میکنی. یه استور دارم تو بیس شاپیفای. خب بعد اینکه تو حوزه بیوتی هم هست، دارم خیلی وقت میشه، تقریبا 8 ماه میشه دارمش. یه نتایج خوبی هم ازش گرفتم، ولی سر اینکه پاسپورت ایرانی داشتم بند شدم. خب تا اینجا اومدم دیگه. الانم دوباره دارم جمع جورش میکنم. خب اینکه درآمدم نمیخونه مشکله، نمیدونم چه جور بگم. خب الان درآمدت چقدره؟ خرجت چقدره؟ این خرجم تقریبا مثلا درآمدم 5 میلیونه، خرجم هم تقریبا 2,500 اینا. خب پس الان ماه اول که 2.5 میلیون کم داشتی از کجا آوردی؟ برای بیزنس؟ آره چون تو میگی خرجم 5 میلیونه درآمدم 2.5.
از بابا قرض کردی، از دوستت گرفتی، پس انداز داری؟ آره از پدرم گرفتم. خب امیدت چی از این بیزنس؟ چند وقت دیگه تو با حساب خودت، با مغز خودت فکر میکنی کی برسه که خرجت بیشتر از درآمدت بشه؟ یعنی ببخشید درآمدت بیشتر از خرجت بشه. این راستشو بخوای به نظر خودم تو این 2 ماه آینده میتونم برسم، چون که میدونی خیلی سعی زحمت کشیدم دیگه. بعد همینجوری سر این ثباتی که داشتم هر روز بهترش کردم. میگم خب الان مشکل پاسپورت دوباره پیش نمیاد؟ این موقعی که من می‌خواستم حساب بانکی باز کنم 15 بار فقط سر همین پاسپورت ریجکت شدم، ولی خب انقدر رفتم تا گرفتمش. الان به این مشکل بعید بدونم دیگه بخورم، چون یه بار حلش کردم. میدونی چی میگم، قلق دستم مشکل چیه، راه حل براش پیدا کردم. خب اگر تو به درآمد 2 ماه دیگه میرسه به اونجا که دیگه اصلا مشکلی نداری. اگرم نمیرسی، تو وقتی بیزنس رو شروع میکنید میگن تا 2 سال بعد امتحان، یعنی سعی کنی بعد از 2 سال تصمیم بگیری که بیزنس خوبه یا نه. و از اون ورم باید تو 2 سال پولشو داشته باشی که هر خرجی پیش میاد تو بدی. تو الان با حرفی داری میزنی میگی 2 ماه دیگه میرسی به اونجایی که دیگه درآمدت میره بالاتر. الان نگرانیت واسه چیه؟ این چون تا الان نتیجه اونقدر خاصی نداشته. خب چون دفعه اول شاپیفای بنم کرد، یه فروش خوب زدم بنم کرد. یعنی اون ترس هنوز هست. میگم این ترسیه که به قول معروف یکی از پارتای بیزنس دیگه. من یکی از دلایلی که از 2016 از کار اومدم بیرون همین بود. من از این استرس خسته شدم، از اینی که همه چی میتونست به فنا بره، مهم نیست چقدر بزرگ باشی. مثلا الان همین سر کارهای ترامپ یه سری کمپانیایی که میلیون دلاری درآمد دارن به فنا میرن. میلیون دلار یعنی مثلا 200 تا کارمند داره، همه رو بعد اخراج کنه چون فروشش با آمریکا بوده 100%، الان میگه بعد کارخونه رو ببنده تا حالا مثلا 6 ماه دیگه دوباره مشتری پیدا کنه و بره. یعنی یه سری دردسرای کار داره که به قول معروف، حالا اینا که میخوان خوشمزه‌اش کنن میگن مزه بازیه، نمیدونم مزه غذاست، چاشنی غذاست، ولی به نظر من زجر کاره. یعنی من فکر نمی‌کنم هیچ آدمی که اگه لاتاری ببره حاضر باشه این زجر رو بکشه و این پارتی از کاره. اینو نمیتونی راجبش هیچ کاری بکنی. همیشه باید به قول معروف هرسشو بخوری. و تنها چیزی که میتونم بگم، من همیشه قبل از اینکه مشکل پیش بیاد عصبی میشدم، مثلا الان هم کاری که تو داری الان میکنی در واقع. بعد یه دفعه تو نیویورک بودم، داشتم برمیگشتم ونکوور با یکی از رفیقام. بعد وقتی رسیدیم خیلی دیر رسیدیم. اون زنه که رفتیم گفتیم آقا به ما بوردینگ پس بده، گفت نمیشه، شما دیر رسیدین، پروازتون رو باید برین دوباره بوک کنین. بعد گفتیم بابا جون مادرت فلان، مثلا 20 دقیقه مونده بذار ما بریم فلان، چمدون هم نداریم هر چی. گفت نه متاسفانه نمیشه. بعد برگشتیم رفتیم یه دونه خانم دیگه اونورتر بود، رفتیم به اون گفتیم خانم میشه مثلا ما به ما بوردینگ پس بدی؟ گفت قول میدیم بدوین، اگه بدوین بدین تا گیت بدوین بهتون میدم. گفتم آره بابا مطمئن باش میدونیم، جفتمون مثلا 20 سالمونه، آف کورس که میدونیم. بعد شروع کرد به اون دادن. اون خانمه از اون پشت دید شروع کرد داد زدن که نده بهشون، مردی بهشون گفتم نمیرسن، یعنی انقدر دیر بودیم. بعد این خانمه که بوردینگ پاس ما داد، من شروع کردم دویدن مثل وحشی‌ها، عرق می‌کردم تو میدویدم. بعد دوستان خیلی ریلکس راه میومد، میرسیدیم به از این پله برقه وای میسه روش، گفتم بابا کجا چی وای میسی، بیا بالا دیگه. بعد گفت ببین مشکل ما اون بوردینگ پسه بود، ما مشکل آردی پس کردیم گرفتیم، تو الان چرا انقدر الان تو ترس و وحشتی؟ گفتم خب اگه جا بمونیم چی؟ گفت خب وقتی جا موندیم این کارا رو بکن. الان داری دیوونه بازی در میاری، خسته ای، عصبی، رنگت پریده، خیس عرق شدی، نمیدونم عصبانی هستی، وقتی جا بمونیم چه گویی میخوای بخوری؟ این کارا رو بزن اون موقع بکن دیگه. و من از اون روز اینو یاد گرفتم راست میگه، من چرا همیشه پیشواز مشکل میدم. اگه اتفاق افتاد اوکی اون روز گریه میکنم به سرم میزنم، ولی چرا روز قبلش مثلا به خاطر اینکه اگه ما عقب بمونیم، اگه جا بمونیم، اگه فلان، همش استرس، همش ترس. تو هم از چیزی که اتفاق نیافتاده الکی نترس، بذار اتفاق بیفته بعد بترس. متوجه منظورت شدم. خیلی خوب بود. آره چون که من کلا پیش بینی هم دوست دارم زیاد بکنم، چی میگم، سر همین گاهی اوقات اذیت میکنه، ولی خب این چیزی که گفته خیلی بهم کمک میکنه. دست در نکن. دمت گرم عشق منی. خب نفر بعد اسمو میخونی؟ آریان. آقا سلام، من آریانم، 20 سالمه، ونکوور زندگی میکنم.
الان شاغلم توی یه ویپ استور کار میکنم. حالا یه شات اوت بدم آلفا ویپس تو ونکوور، شاید حالا دیده باشین. ندیدم. کجا هستش؟ دیگه فعلا دارم اونجا کار میکنم. کنارش هم یک سایت بیزنس کوچولوکی زدم که به اصطلاح اتفاقا چند تا سوالم داشتم راجبش. من میرم از هولسل مثلا میرم چیز میزای ترند و اینا رو میگیرم ریسل میکنم. ترند یعنی چی؟ یعنی مثلا شاید دیده باشی مثلا میرم والمارت. مثلا راه میریم تو والمارت، میریم مثلا بخش اسباب بازیش، بعد مثلا میبینیم مثلا ولنتاینه، بعد مثلا این لگوهای مثلا گل خیلی مثلا ترند شده، مثلا داره مثلا میده $55 $60. بعد میرم تو سایت لگو میبینم همونو داره میده مثلا $70. بعد میرم تو چین پیدا میکنم میبینم مثلا بدون اینکه اون آرم لگو باشه مثلا یه سلر میده $15. بعد اونو میرم میخرم ریسل میکنم. توی حالا وبسایتم میذارم، ولی خب زیاد از وبسایت هنوز بازخورد نمیگیرم زیاد، ولی اونو توی فیسبوک هم مثلا کلی پیج میزنم شهرهای مختلف و اینا، اینطوری میفروشم. آفرین. درآمد ماه پیش از کار چقدر بود؟ از کار کنار چقدر بود؟ این که دارم استارت زدم مثلا 3 هفته است. یعنی این کاری که دارم گفتم الان یعنی خیلی نیوه، ولی تو همین 3 هفته تو 20 دقیقه حالا پشت صحنه مثلا شاید خیلی مثلا پست گذاشتم، خیلی مثلا خریدم، چقدر بخر، کجا قیمت ارزون تره، مثلا خیلی مثلا پیگیری کردم، ولی مثلا تو 20 دقیقه با مثلا 2 دقیقه چت کردن مثلا اومدن از دم در خونم گرفتم مثلا شاید $100 $200 تو یک هفته و نیم راحت. خیلی حال میده نه؟ خیلی حال میده. البته بگم قبلش هم چیز میکردم و قبلش هم میرفتم از فیسبوک چیزای الکترونیکی که مثلا میدیدم خیلی مفت میذارن و میگرفتم ریسل میکردم. مثلا میگرفتم مثلا مثال میزنم مثلا یه گوشی مثلا چه میدونم $120 بعد مثلا میفروختم $200 یا $180 یا $240، حالا بستگی داشت. خیلی این کارم میکردم که مثلا اوریج از اون مثلا بعضی از هفته $100، بعضی وقت هفته $60، بعضی از هفته $150. چند وقت کانادایی؟ 6 تقریبا 7 سال. اوکی. چند وقت این کارا رو میکنی هی این ور اون ور؟ زمانی که از های اسکول اومدم بیرون 1 سال استراحت کردم، بعد دیگه دیدم کارگیرم نمیاد، برای همین این کارو شروع کردم ریسل کردن و اینا. بعد کنار این ریسل کردنه از فیسبوک یه اسکوتر گرفته بودم، چون سامر هوا گرم شده بود، با اسکوتر دوردش میزدم. نه از این اسکوترها که تو شهرها میبینی، مثلا یه اسکوتری که مثلا دسته دو پیدا کردم یه قیمت خیلی خوب که مثلا 50 تا مثلا میره 45 50 تا میره اسکوتر، مثلا یه ذره خب دیستنس بیشتری میره از اوریج اسکوترها. یه بگ مثلا چیز گرفته بودم، یه از این آمازون یه بگ مثلا غذا، نه بگ دور مثلا آره، بعد میزدم مثلا یه ذره مثلا شاید روزی مثلا $40-50 زیاد نبود، ولی خب چون کار نداشتم خب پس و خیلی واسه کار اپلای کرده بودم. الان ونکوورم خیلی اوضاع بازار کارش واسه خیلی اکثریت جابا خیلی وحشتناکه، دیگه خودتونم باید در جریان باشین دیگه. من خیلی خوشحالم که در جریان نیستم، ولی در جریانم بذار. انقدر که خب مهاجر اومد و اینا، خب مردم کمپانی‌ها چرا وقتی میتونن خیلی‌ها که حاضرن مثلا به جای $20 اگه مثلا حقوق یه چیزی باشه مثلا با $18 همونو بگیرن یا مینیمم ویج، چرا مثلا بیان هایر بکنن؟ سر همین اصلا بابای منم فایر شد از کارش، یعنی فایر شد که مثلا 20 مثلا 24-5 تا میگرفت، ولی خب اون کمپانی برگشت کرد دونه دونه شروع کرد لیاف کردن و تا مثلا دیگه گفتش چرا وقتی میتونم به یکی مثلا $20 بدم یا $18 مثلا به یکی 25 تا بدم. حالا نظر بیزنسی خب به قول معروف اون فر. حالا من سوالم از تو اینه که تو این توی 2 سالی که الان این کارا رو کردی، رندوم دوردش، فیسبوک، وبسایت خودت و جای دیگه کار، و مطمئنم بابام یه پول تو جیبی از این موقع بهت داده قبل از اینکه کارش اذیتش کنه، چقدر الان 2 سال بهم پول نداده، 2-3 سال بهم پول تو جیبی، 2 سال بهم پول تو جیبی تقریبا نداده. خب دمت گرم. این خیلی برای همین من این کارو رو شروع کردم، چون اصلا بهم میداد، نه که بهم بگم نمیداد، مثلا بهش میگفتم بده میداد، ولی خب وقتی من میدیدم وضعیت مثلا مالی رو میدیدم مثلا اینا مثلا میخوان خونه بخرن به زور، خب انقدر پول جمع کردم مثلا 5-6 سال فقط اومدیم به زور، مامانم مثلا میره از این ور شهر تا اون ور شهر، مثلا بابای من مثلا به زور کار میکنه، خب کارش هم سخت بود،
دلم نمیومد که مثلا بگم آره مثلا به مثلا یکم پول میدی و اینا. مثلا تو مدرسه بودم چرا شاید یک کوچولو میگفتم. حالا تو مدرسه هم خیلی جالبه، تو مدرسه ویپ میپ و اینا میفروختم. مدرسه خب ترند شده بود این ویپ های یه بار مصرف، میگرفتم از چین و اینا، مثلا $5 دونه در میومد، مثلا میفروختم مثلا $25. ایول. من حالا $25. من اگه من جای تو بودم اینجا ویپایی که میارن یه لیمیتی داره، مثلا 1 میلی گرم 2 میلی گرم. بعد من جای تو بودم از چین 10 میلی گرم سفارش میدادم، بعد بهشون میگفتم روش بنویسن 1 میلی گرم. نه این اتفاق داره میفته. آلردی داره میفته تو لیگال بیس حالا ویپ استور. خب بعد الان چقدر پول جمع کردی تو این چند وقت و چقدر به بابات کمک کردی تو زندگیش؟ والا از وقتی ویپ استور کار کردم 8 ماه پیش کل پولو برای اینکه خونه بگیریم اینجا 11,000 تا دادم بهشون. کل پولی که خب جمع کردم با یک کوچولو شاید مثلا از کار دیگه که میکردم 11,000 تا دادم بهشون. بعد اون تو مثلا 3 ماه 4 ماه بعدش هم که تا الان باشه 10,000 تا. خب خیلی عالی. حالا این 10,000 تا الان کجاست؟ 10,000 تا اینم میخواستم بگم 10,000 تا الان تو بانکه، ولی خب ما 4 ماه دیگه خونمون رو میگیریم، یعنی 4-5 سال پیش اینا پیش خرید کردن خونمون رو میگیریم و این 10,000 تا من الان خب میخوام فکر کنم که چجوری حالت اینوستمنت خوبی باشه، مثلا طلا بگیرم یا اینا. حالا سوالا من میپرسم 100%، ولی خب برای وسیله خونه یا مثلا اینکه یه ماشین، من چون ماشین ندارم. این که مثلا بابا مثلا بهم پول نداده، ولی خب بابام از وقتی بیکار شد مثلا 6-7 ماه پیش چون کاری نیاز نداشت بکنه، خب ماشین رو در اختیار من گذاشت. چرا احتیاج نداشت کاری بکنه؟ یعنی چون کار نداشت، منظورت فهمیدم. آره چون کار نداشت، برای همین 100% چون الکتریک و اینا خونده میخواد یعنی خونده و اینا 100% یه کار پیدا میکنه. حالا اصلا تو اون چیز هم نباشه، اینداستری هم نباشه، یه کاری 100% پیدا میکنه و ماشین رو میخواد. هم مامانم داره راه دور میره، حالا مامان من که اصلا میگه من رانندگی بدم میاد، ولی هم اون هم بابام، یعنی من 100% بعد برای خودم یه ماشین جور بکنم. هرچند که نمیخوام که هزینه اضافه بخوام بدم تا حدالامکان ندم، حالا یه ماشینی که فقط منو ببره و بیاره. آره اگه این حرفت واقعی باشه بری یه ماشین $7,000 بخری، مثلا هاندای 2017، آره این حرفت درسته، برو بکن. ولی اگه دقیقاً داشتم به همینم فکر میکردم، چون دوستانم دقیقاً مثلا تو تقریبا سیچویشن منم مثلا یه هوندا سیویکی مثلا که هم خیلی خوب اقتصادی باشه، ماشین ریلایبلی باشه، بتونه ببره بیاره، داشتم فکر میکردم که شاید مجبور باشم این کارو بکنم. آره تویوتا و هاندا دو تا شماره 1 ماشین تو دنیا. تویوتا مثل این که بهتره. واسه همین من خودم کسی هم که ماشین نو خریدم وقتی جوان بودم و بزرگترین اشتباه زندگیم بود. و اگه بشینی کلکولیت بکنی پولی که من واسه ماشین دادم تو 5 سال، اگه فقط همون پولا، نه اضافه هیچی، پول بنزین، نه مینتیننس، نه چرخ فلان، نه شیشه رو سیاه کن، نه همه اینا رو بذاری کنار، فقط اون پولی که من واسه ماشین پیمنتش دادم و اگه گوش شدم تو حساب پس اندازم، سهیل 67 ساله نزدیک $2.5 میلیون پول داشت. یعنی اون ماشین شخمی واسه من $2.5 میلیون آب خورد، ولی قیمتش واقعا بود $60,000-70,000. ولی واسه همین این حواست باشه، هیچی بیشتر از ماشین آدما رو عقب نگه نمیداره. اگه میخوای بفهمی تو چی؟ درست میگین دیگه، قیمتش میفته، باز پول بنزین بده، پول خرابی ماشین شاید بده. اصلا نه این پولش انقدر زیاده آدم به چشم نمیبینه، چون تو هر ماه میدی، یه ماه کوچولوه. اصلا بهش اینجوری نگاه کن، اگه تو کوچه‌ت میخوای بفهمی کی پول داره کی فقیره، اونایی که دم خونهشون ماشینای نو پارکه و بی ام دبلیو براق و نمیدونم تسلای سایبر 20، اونا وضعشون خوب نیست. اونی که یه دونه هوندا سیویک داره 8 ساله تو داری میای میری هنوز همون ماشین پارکه و مثلا سال 4 هم یه دونه درش یه دونه ضربه خورد منو تصادف کرده، اون بدون تو حساب بانکیش پوله، اون بدون که شب میره میخوابه ریلکسه، فکر پیمنتاش نیست دیگه. تصمیمش کدوم میخوای باشی با تو. کاملا قبول دارم. خب نه درسته هم حرفتون. خب یه سوالی چیز داری ازم بپرس؟ آره سوال دارم. برای من خب ویدیوهاتون رو دیدم، همه اونایی که راجبه مثلا طلا و بیت کوین و اقتصادی و این چیزاست دیدم، همه رو دیدم.
ولی خب مثلا یادم تو یکی از ویدیوها مثلا خیلی اشاره کرده بودین که آره مثلا تو ونکوور میخوای طلا بگیری RBC بانک نمیدونم کدوم بانک تو مثلا داونتاون یا ونکوور اینا مثلا میتونی بخری. حالا من هیچ سررشته‌ای ندارم از اینکه چجوری بخرم، حالا کاستومر اومد شما بگین ولی من میشنوم. حالا اوکی. برای خریدن طلا یه دونه وبسایت هست به اسم، برای هم آمریکا هم کانادا، به اسم سیلور گولد، یعنی نقره و طلا بول گاو، دیگه از این راحت تر نمیشه. نقره طلا گاو، اینو بزن silvergoldbull.com. یه وبسایت وسط میاره که بذار اینو دبل چک کنم میک شور کنم دارم اسمشو درست میگم. آره silvergoldbull.ca. حالا .ca مال کاناداست. اینو برای دوربین نشون میدم اگه میتونی، و توش میتونی هر چیزی هم بالای $299 رو مجانی میفرسته. واسه همین از $100 داره تا $50,000. برای همین این بهترین جایی که باهاش بری براش برای طلا خریدن، میفرسته در خونت و معمولا قیمتش از بانک هم یه خورده ارزون تره. تو امریکا کاسکو هم میشه گرفت، نمیدونم تو کانادا هم میتونین این کارو بکنین یا نه. فکر کنم کاسکو کانادا نیورده هنوز، ولی من اینو مطمئن نیستم. سلام نیکان. سلام. چطوری بگو؟ قربان شما داداشی. من نیکانم، من تو جی تی ای تورنتو زندگی میکنم. 7 ماه مهاجرت کردم. 30 سالمه. یه دختر 3 ساله دارم. با همسر دخترم مهاجرت کردم. بابا. عرضم موضوع اینه که توی ایران کارهای مختلف زیاد کردم، از صفر شروع کردم. بعد حالا نمیخوام راجع به اون کارا زیاد توضیح بدم، خیلی زیاد بوده تعداد کارهایی که انجام دادم. آخرین کاری که من حالا به سبب پول اومدم داخلش کار تعمیرات ماشین بود. رفتم از صفر شروع کردم یاد گرفتن، با اینکه لول شغلیم خیلی اومده بود پایین و اینا، چند سال تحمل کردم یاد گرفتم. بعد آخر سر بیزینس خودم رو زدم و موفق شدم توش. ارزم موضوعتون که تونستم چند تا مغازه رو بندازم، خیلی موفق شدم توش، پول در آوردم. ایران بعد بله ببخشید بعد که حالا اومدم کانادا دیگه به خاطر بچه و یه سری شرایط خیلی بدی که دیگه واقعا تو ایران غیر قابل کنترل، که اصلا چه عرض کنم خیلی غیر قابل تحمل بود، تصمیم مهاجرت گرفتم. و قبلش هم تصمیم داشتم ولی خب منطقی نبود برام. الان که 7 ماه اومدم اوکویل تورنتو دارم زندگی میکنم. خیلی شهر خوبیه، منطقه خوبیه، خیلی 20-25 کیلومترم با خود حالا محل ایرانیا یا داونتاون تورنتو فاصله دارم. حالا اگه بار ترافیکی باشه نهایتا 40 دقیقه. چند تا سوال داشتم. یکی این که من تحصیلی اومدم و اینجا اوپن ورک پرمیت گرفتم و دیگه نرفتم سراغ درس، چون تو ایران در حد همون لیسانس خونده بودم. اینجا من فوق لیسانس پذیرش گرفتم ولی دیگه نرفتم، به خاطر اینکه دانشگاهی هم که داشتم هم گرون بود، هم رشته مدیریت پروژه بود، خیلی در آینده تو خود کانادا برام مثلا بهره نداشت. تصمیم گرفتم که همون شغلی که تو ایران داشتم ادامه بدم. اینجا هم به محض اینکه پرمیتام گرفتم رفتم توی استوری که دقیقاً همون کار خودم تو ایران انجام میداد. الان مشغول به کارم، الانم که دارم باهاتون صحبت میکنم دقیقاً تایم کاریمه. میخواستم یه سوال بپرسم. من برای شروع کارم اینجا الان که پی آر ندارم، اصلا منطقی هست که بخوام شروع به کار بکنم، شروع به کار خودم بکنم؟ به خاطر اینکه خب پی آر نداری خیلی آپشن‌ها رو بهت نمیدن. مثلا ممکنه خیلی ممکن نمیدونم بتونم یا نه، فقط میدونم که میتونم بیزینس ثبت بکنم و حالا باری به هر جهت دیگه هیچ، یعنی نه. خب اگه نکنی چی؟ چه سودی داره نکنم همین اگه نکنم همین راندمانی که الان دارم پیش میبرم، الان تقریبا با درآمدم من یر به یر دارم میرم جلو. یعنی یه مقدار اون موقع که میخواستم بیام از درآمد تو ایرانم که الان مغازم هستش و از راه دور حالا کمی دارم نگاش میکنم، اون موقعی میخواستم بیام 1000 خورده دلار شاید بهم میداد تو ماه. رو اونم مثلا یه مقدار گفتم حالا اینم به هر حال واسه مقابل اضطراری یا اینوست میتونم حساب بکنم، که اونم الان با این توجه به دلار و اینا دیگه اصلا تقریبا به هیچ داره نزدیک میشه. عرضم بودم بتونم بیزینس رو سر پا نگهش دارم، خیلی هنر کردم. میخواستم ببینم که اصلا منطقی هست که پی آر نگرفته برم سراغ این، بخاطر اینکه الان من بار کاریم خب خیلی کمتر از زمانی که بخوام واسه خودم کاری را بندازم و تو این تایم الان همه راههای پی آر رو بستن
به من میگن که باید فرانسوی یاد بگیری تا بتونی PR بگیری، یا اینکه بری یه شهر خیلی مثلا دورتر از تورنتو ونکوور بتونی PR بگیری، تازه اونم با احتمالاته. فرانسوی ولی راحته. با این باری که الان دارم میتونم فرانسوی رو تو 1 سال آینده مثلا یاد بگیرم. منطقی هست که این کارو بکنم یا نه؟ این یک. دوم که اگر این کارو بخوام بکنم، گفتم خیلی نزدیکم محل ایرانیا، برم داخل کامیونیتی ایرانی و با ایرانی‌ها بیشتر شروع کنم به کار کردن، یا نه مثلا با خارجی‌ها راحت‌تر میتونم استارت کارمو بزنم. اینم یه سوالی بود که داشتم، چون بخوام برم سمت کامیونیتی ایرانی تو تورنتو خب خیلی زیاده و اینکه شاید بتونم راحت‌تر مشتری بگیرم و من دقیقاً نمیدونم اینجا چجوری باید مشتری بگیرم چون تجربهش رو ندارم. ببین من خودم شخصا به عنوان بیزنسمن از هیچ کی نمیگذرم. من عاشق حرف کوین اولری ام. میگه ببین هر آدمی که داره تو خیابون رد میشه تو جیبش $20 که مال توئه. به این فکر کن. خیلی حرف قشنگی میزنه. میگم من برای اینکه بخوام کامیونیتی ایرانی رو بگیرم باید برم تو دل اون منطقه و دیگه خارجی‌ها رو از دست میدم. بری تو دل اون منطقه یعنی چی؟ کارت میخوای مکانیک شاپ بزنی در واقع؟ بله بله. خب مکانیک شاپ کسی که مشکل داره درایو میکنه. یعنی تو نسسری اگه به تو محل ایرانی‌ها معنیش نیست که خارجی دیگه نمیاد. تو اگه تبلیغات خارجی تو نگه داری بیرون و به مردم بگی بیان اینجا، باز پا میشن میان. و اینی که تو فکر میکنی اگه یکی رو بری اون که دست میدی، فکر نمیکنم فکر درستی باشه. تو باید جفتشون رو مثل تانک حمله کنی ببینی کدوم میتونی بگیری. درسته. بعد اصلا منطقی هست که الان این کار رو شروع کنم یا وایستم تا این کارهای دیگه‌مو پیش ببرم، پیارمو بگیرم که بتونم از مثلا اون پوانایی که بهم میدن هم استفاده کنم. ببین اگه تو الان بدوی واسه کارت، هیچ جوری نمیتونی تو آینده به این نگاه کنی که بگی به ضررم تموم شده. یعنی تو بدترین سناریو اگه تو از کانادا بندازن بیرون، فقط تجربه‌ای که گرفتی و وقتی یه جای دیگه که بری بگی آقا من تو کانادا این کارو کردم قبل از این بندازن بیرون، همون میارزه به اینکه نکنی اون کارو. یعنی من هیچ دلیل نمیتونم ببینم که تو بخوای کارتو ریلکس تر کنی، مخصوصا با اینکه تازه اومدی، مخصوصا که سن خیلی حساسیه. یعنی تو سن جوون نیستش که بگیم آقا حالا وقت داری، سنت هم پیر نیستش که بگیم دیگه آقا دیگه الان باید. الان یه سنی هستی که واقعا تصمیمی که الان تو زندگیت میگیری فرق اینه که تو 50 سالگی مثلا بازنشسته بشی یا هیچ وقت آخر عمرت بازنشسته نشی. و من وقتی تو این سناریو باشم مثل حیوان کار میکنم. یعنی اگر برام مثلا مهم نیست که میتونم، به من وقتی جوهرمو آوردم آنلاین میفروختم، توی مدرسه میفروختم، توی مدرسه خودم میز میگرفتم میشستم میفروختم، رفتم به تمام مغازه هایی که دور و بر مدرسه بود، حتی اگه مثلا باشون 2 تا کوچه یا 2 تا مثلا 4 هم فاصله داشت، رفتم به اونام جوهر داده بودم، با همه دیل کرده بودم. توی مال هر جا که میتونستم برم، مغازه بود، پست آفیس بود، رفتم جنسم گذاشته بودم بدون اینکه ازشون پول بگیرم. میگفتم آقا من جنسو میارم براتون میذارم، بهتون یاد میدم، شما فقط وقتی فروختین پولو بدین به من. بعد تو تلویزیون اینجا میتونی جنس بفروشی. به تلویزیون هم زنگ زدم گفتم آقا جنسام بفروشم بهتون، بهشون فرستادم گفتن نه. بعد که یه 6 ماه گذشت، 9 ماه گذشت، دیدم خیلی خوب من دارم مثلا میام $10,000 پول در میارم، $9,000 آنلاینه، $1,000 از مغازه و آنلاین مثلا فیسبوک مارکت و نمیدونم خودم برم کیوسک بگیرم توی دانشگاه ها و از اینا داره به وجود میاد. بعدم خب پس من نمیارزه به خاطر 10% از درآمدم انقدر دارم خودمو پخش میکنم و باید حواسم به این همه آدم باشه و مغازه ها بهم زنگ میزنن توضیح میخوان، جنس میخوان ریستاک بشه، اینم اون تموم شد، اونم خراب شد، کاستومر برگشت قرض زد. و وقتی که دیدم بعد از 6 ماه یه سال که اوکی پس من نونم توی آنلاینه، اومدم اون 9 تا دیگه رو بستم، گفتم گور پدرشون هر چی دیگه است نمیخوام دیگه. نه به مغازه رفتم جنسام همه رو برداشتم، اومدم گفتم خداحافظ، با همه خداحافظی کردم. تو هم الان نمیدونی نون تو ایرانیه یا فرانسویه یا تو کی. تو چیزی که فکر میکنی به نفع‌تر انجام بده. تو بگو آقا من الان میدونم که میتونم ایرانی‌ها رو بگیرم، نمیخوام دوستم با خارجی‌ها کار کنم، خوشگل‌ترن، خوشبوترن، بهتر پول میدن، ولی چون من فکر میکنم به خاطر تجربیات و نوع زبانی که بلدم و ایرانی‌ها میتونم بهتر بگیرم، روی این حساب میام میپرم روی ایرانی‌ها. ولی معنیش نیست که دیگه خارجی‌ها رو میذارم کنار، معنیش اینه که با خارجی‌ها همونقدر مثل سگ میری دنبالشون، رو فیسبوک میذاری، لازمه بری مثلا یه مغازه دیگه هفته یه بار بری اونجا کار کنی، مثلا که بگی من میخوام تو منطقه سفیدان باشم. حالا من هیچ چی نمیگذاشتم،
انگارم که اصلا کانادایی ام، نه اینکه کانادایی نیستم. هر کاری هم میخواستم بکنم مثلا یه رفیق پیدا میکردم گفتم آقا من دارم یه کمپانی میزنم، همه کاراشو من میخوام بکنم ولی من پی آر ندارم، تو بیا اسم تو بذار، کار رو باز میکنیم، پارتنرشیپ میزنیم، 99% بیزنس مال من، 1% مال تو. اینجوری نباید تکس بدی، نه مشکلی داری نه هیچی، ولی چون که اسم تو توشه دیگه همه کار میتونیم بکنیم. هر اسمی بخوایم باز کنیم، هر کاری بانکی بخوایم باز کنیم، هر غلطی بخوایم بکنیم به اسم محمد میکنی. کار مار دیگه نالج بیزنس میفته دست تو. پس یعنی برم با یکی که پی آر داره تقریبا شریک نمیشه گفت، ولی 1% از کل این ماجرا رو بهش بدم که بتونم از میگم من خواستم تو استفاده کنم. من رفیقم کمک کن دیگه. من دوستم سارا همین کارو واسه من تو آمریکا کرد. می‌خواستم یه آمریکا تو کمپانی بزنم، بعد گفتن که اگه یه آمریکایی باشه به نفعته. زنگ زدم به سارا گفتم آقا بیا کمپانی می‌خوایم ثبت کن، 99%شو بده به اسم من، 1% مال تو. اینجوری اگه من آخر سال 1 میلیونم پول در بیارم $10,000 میواسه به تو. $10,000 تکسی نباید بدی که مثلا بگی، چون الان به هر کسی بگی ایرانی که خوراکش هیچ کی نمیفهمه، فقط همه شون میگن من باید تکس بدم، من باید تکس بدم، در صورتی که تو نباید تکسی واقعا بدی. به خاطر همین تو کاری که میکنی میای اینو از روز اول حلش میکنی. یارو دوز از آب در بیاد، 1% کمپانی میخواد بدوزه، 1% کمپانی میخواد بفروشه، ضرر واقعی به تو نمیتونه بزنه. تو هم کنترل همه چی رو داری. اینا یه رفیق فقط لازم داری که این کار واسط بکنه. خیلی کار سختی نیستش تو مثلا تو ایرانی اینو پیدا کردن. یارو مثلا میتونه یک از رفیقا میتونه اسم مام بزرگشو بذاره واسه تو که مثلا 60 اصلا نمیدونه دنیا دست کیه. تو بیزنس رو انجام میدی، هیچ خلاف هم بکنی بازم اون یارو بدون چیز مشکله، چون کمپانی ثبت شده، کمپانی میره زیر سوال. اگرم بخوام برن دنبال رئیس کمپانی که اصلا نمیتونن، ولی اگه مثلا فرض کنیم توی فیلمی هم بود که میتونن برن، 1% میخواد به مام بزرگ یارو به فنا بره. چقدر تو میخوای خلاف کرده باشی که یارو بدبخت بشه؟ درسته. خیلی ممنون. من همین بود سوالم بابت اینوستم که با هر زور و ضربی هست دارم انجام میدم دیگه. حالا حداقل رو دارم میذارم به خاطر اینکه خیلی ایربیرم، ولی خب همین خیلی کمک میکنه. حداقل دارم مایی $100 $140 اینوست میکنم و فکر میکنم که دیگه اصلا ندارمش. جوری دارم میذارم که انگار ندارم. اگر میتونی یه دونه حسابم برای دختر درست بکن، ماهی $25 بذار توش. حتما. حالا که ضرری نکرد. آره یه $25 بعد بذار، باورت نمیشه که وقتی یه دختر میشه 20 سالش میاد تو حسابش مثلا $50,000 پول داره با $25. حتما. دمت گرم آقا. این من همون S&P 500 رو با بیت کوین رو دارم میخرم. ازم موضوعت که خیلی هم من خیلی دویدم تا پیداش کردم. بعد شما یه اپیزود گذاشتی راجع به این که از کجا بخریم اینا، ولی من یه هفته رفتم گشتم تحقیق کردم از کجا بگیرم چی بگیرم. خیلی ممنونم. حالا ما همه رو هی میگیم دیگه، ما میخوام این برنامه رو کاری بکنیم که بچه‌ها اینو هر هفته نگاه بکنن، هر 2 هفته یه بار نگاه بکنن و باعث بشه که بخوان زندگیشون بره جلو و 20 سالگی 30 سالگی یه جمعیت گنده‌ای وضعشون خوب و پول دارن به خاطر اینکه فقط یه برنامه یوتیوب ما رو نگاه می‌کردن. دمت گرم آقا، موفق باشیم. هادی چیزی داری اضافه کنی؟ خیلی هم عالی. من کنجکاو شدم که بعد یه هفته که تحقیق کردی همین اپی رسیدی که سهیل معرفی کرده بود یا به چیز دیگه هم رسیدی؟ همین اپ سهیل من همه جا بهم پیشنهاد کردن و با حالا با فوش‌های مصنوعی مختلف هم مارک زدم. همین اپ ول سیمپل پیشنهاد شد تو کانادا. S&P هم با کدوم ابریویشن؟ با VOO میگیری؟ کدومو میگیری؟ VFF تورنتو اگه اشتباه نکنم. آره مال کاناداشو میگیره. تا از توی حساب که اینوست کم میشه و در آینده اگه من بهره‌ای ببرم بهش مالیات نمیخوره. پولی که دادم مالیاتش کم شده، تو اون حسابم دارم میرم. تو حسابی که 2% بهم بده تو اون اصلا نمیرم. آفرین. خیلی عالی. حواست باشه RRSP نذاری، RRSP به درد نمیخوره. RRSP چون میگم پی آر ندارم اصلا بهم تعلق نمیگیره. آها اوکی خیلی خوب. حالا برای این پیارت هم چیز کن دیگه، یعنی با فول فورس برو بگیریش هر جوری که میشه. شده زن تو طلاق بده، یه زن کانادایی بگی، به زنت هم بگو با دوستت درستی کنه جفتتون کانادایی شین، بعد با هم دیگه طلاق بگیرین دوباره برگردین با هم دیگه. به خدا
الان میگم پناهندگی راحت ترین راهیه که واسه همه گذاشتن، ولی من اونو چون میری توی مرحله که دست خودت نیست، یه ذره دوشکم میام اینجوری بیشتر به خودم فشار بیارم بتونم تو 8 ماه 1 سال همین فرانسه رو بگیرم، خیلی راحت میتونم برم پیار بشم. تنها راهش هم همینه، یا پناهنده باید بشی ایرانی باشی، یا اینکه باید خب پناهنده رو بذار پلن بی دیگه، چون زبون یاد گرفتن هم به نفعته، همین که کار راحت تره دیگه، چون فکر کنم یه زبون بلد باشی چقدر باحال تره. بعدش مطمئنی که مدیریت پروژه هم واقعا کار براش نبود یا حدست بود؟ من یکی به خاطر اینکه هزینه خیلی زیادی باید میدادم به دانشگاه و دانشگاه من، اون دانشگاهی که من پذیرش گرفتم، به خاطر اینکه اون زمانی که من خواستم نمره زبان بگیرم آیلتس تو ایران نبود و همه چی دست به دست هم داده بود که ما نتونیم بیایم و من توی اپ گرفته بودم مدرک و فرستاده بودم، شامل اینکه پی آر بعدش بگیری نمیشد. یعنی من باید میرفتم $60,000 فقط پول دانشگاه میدادم، 2 سال اینجا هزینه زندگی میدادم، حالا کارم به اون صورت نمیتونستی کنی با $16 ساعتی، شاید میتونستی یه کار پارت تایم انجام بدی. بعد از 2 سال یه مستری داشتی که باید از همین نقطه‌ای که الان هستم شروع کنم. الانم من به عنوان کارگر ساده نرفتم، من همون روزی که اوپن ورک پرمیت اومد رفتم یه جا گفتم این رزومه‌ام میخوام کار کنم، گفت بیا وایسا کار کنم، همون روزم دارم کار میکنم. بعدم نیست، حقوقم هم از حداقل بالاتره. اوکی، نه متوجه شدم. نیم ساعت یعنی اصلا به رشته ربط نداره، اون شرایطش به شرایط تو نمیخورد. به رشته ربط داره، میگم منتها الان خود کانادا 1 سال پیش اعلام کرد رشته های مدیریتی و اصولا دیگه نمیخوان اصلا تو خود کانادا خیلی پذیرش کنن، به خاطر اینکه برن تو کشور خودشون، نیاز ندارن، نیازشون به رشته های فنی و اینجور چیزا، کانستراکشن و اینجور چیزاست بیشتر. یعنی آیندهش هم خیلی مطرحی نبود. بعد درآمدش هم من چون میگم می‌خواستم برم بیزینس خودمو بزنم، من الان رو نگاه نمی‌کنم که شاید 20 خورده ساعتی درآمد داشته باشم، آینده رو نگاه می‌کنم که بیزینس واسه خودمه. توی اون رشته خیلی سخت‌تر بود این موضوع برام. درسته. دمتون گرم. حالا فقط ببینیم مهران صداش وصل میشه یا نه. منم مجدد سلام میکنم. مهران 24 سالمه، تهران زندگی میکنم، حدود 5 سالی که مستقل زندگی میکنم، 5-6 سال اواخر بیشتر بود در اومدم خونه خانواده. بعد به موجب همین قضیه جوری خیلی وقت با قضیه مدیریت درآمد و اینا دست و پنجه نرم میکنم و بعد از 5 سالم تازه یه جورایی یه شرایطی رسیدم که مسئله پس انداز یا اصلا مدیریت جدی درآمد برام مطرح شد. قبلش اصلا فکر کنم یه جوری تو باغ نبودم نظر مالی، یعنی هر چی در می‌آوردم خرج می‌کردم و اون یه ذره که میموند باقی ما می‌گذروندم تا موعد بعدی دریافتی پولم بشه. من اگه بچه‌ها متوجه نشدن، موو کرده تو 3-4 سال خودش تنها زندگی میکنه، باعث شد ببینه که اگه حواسش به پولش نباشه هر ماه هر چقدر در میورد کم و زیاد همه‌شو خرج میکرده. هرچی. خب ببین الان اصلی ترین دغدغه‌ام مثلا 6 ماه اخیر اینه که از کارمندی شیفت کنم روی اینکه بیزنس خودم رو وارد بشم، یعنی اینکه مسئله ایده نیستش. متاسفانه مهران رو دوباره از دست دادیم. متاسفانه و رو ایر نیست. مهران جون صدات نمیاد، شرمنده‌ام. متاسفانه نشد سوال مهران رو بفهمیم. من نفهمیدم، تو فهمیدی مهران جون؟ نه دیگه صداش قطع شد. خب بچه‌ها برعکس گل، دمتون گرم واقعا. اگه میشه کامنت بکنین که چقدر پیشرفت کردین توی همین 2 ماهی که این برنامه رو شروع کردیم. محمد که همینجوری داره میره بالا، با اینکه تازه ماهای بدی بوده بود، هوا خوب نبود و درست کار نکرد و از این حرفا، ولی باز حواسش هست. 2 هفته دیگه دوباره میبینمتون، دوباره ستاپ میکنیم. لطفا حواستون باشه بیاین اینجا تو دیسکورد با هم دیگه حرف بزنیم. ماکسیموم ما 3-4 نفر بیشتر نخواهیم آورد، واسه همین اگر بچه‌ها که بیشتر میشن میافتن هفته دیگه بیاین تو ویت لیست که آماده باشیم و با هم حال کنیم و تو برنامه باشیم و ببینیم داستان چیه. هادی جون مرسی بچه‌ها، دمت گرم محمد، خیلی خوب بود دیسکوردت، کیفیتش هم خوب بود. خواهش میکنم کاری نکنم. آقا من میتونم یه چیزی اد کنم توی برنامه‌تون؟ آره حتما. درآمدم همونطور که گفتم یر به یرم خیلی شاید کمتر از هزینه هام باشه، ولی اینوستر رو انجام میدم
شده خودم رو بیشتر بدهکار بکنم، چون ما داریم زحمت میکشیم واسه آیندهمون و بدون اینوست آینده‌ای نداریم. خیلی شما منفی 50 باشی یا منفی 75 خیلی تأثیر نمیذاره، ولی اون اینوستر تضمین میکنه آینده‌تو. و مطمئنم همونجوری که خودم شاید بیشتر از 10 سال، من چون میگم از صفر شروع کردم، کسی هم نبوده که بخواد مثلا هندل کنه بگه این کارو بکن اون کارو بکن یا بهم کمک مالی بده. خودم رفتم شاید یه سری کمک‌های فکری مثل حالا جدیدن که پادکست شما رو یه سال گوش میدم پیدا کردم واسه این کار. از من نمونه وارث‌تر نیستش که مهاجرت کردم، نه زبونشون رو مثل خودشون بلدم حرف بزنم، نه درآمدم یه چیز ماورایی. بالاخره این مثل انجام میدم اگه تونستم، که حالا تو این 7 ماه تونستم، یعنی مثلا رفتم راهی پیدا کردم که بتونم هزینه‌مو بیارم پایین‌تر، رفتم راهی پیدا کردم که بتونم هم زبانمو بخونم برای پیار، هم بتونم درآمدی کسب کنم. یه راهی سوراخی برای بدهی باید پیدا کنی، نه برای اینوست کردن. به نظر من آفرین، این خیلی مهمه. یعنی ما آیندهمون رو می‌خوایم بسازیم، واسه همه کار می‌کنیم و تنها کاری که باید بکنیم اینوست، اونو انجام نمیدیم. این بقیه‌اش به نظرم بهونه است که اگه کسی اینوست انجام نده خودش نمیخواد که پیشرفت کنه. من حتی به خانمم یه بار گفتم من ترجیح میدم آخر ما مورگج بانکو ندم تا اینوستمنتمو ندم. بذار بانک بیا دنبالمون بحث میکنیم، بعضی موقع میبخشن، میگن پول ندارم 3 ماه بهم اینترست آف میدن، اونو میشه با به قول تو با بدبختی جوری گذاشت. ولی اینوستمنت رو اگه ندی میپره، هیچ کسی هم به غیر از تو، چون براش مهم نیست، هیچ وقت یه خبری ازش نمیشه. برای همین اول همیشه اینوستمنت رو انجام بده. خیلی حرفت قشنگ بود واقعا. مرسی آقا، دمتون گرم بچه‌ها. دمتون گرم بچه‌ها. خیلی ممنون که وقتتون گذاشتین. مرسی دکتر هادی گل. I love you. میبینم هفته دیگه هوپفولی.